دوستان عزیزان و سروران گرامی و اساتید محترم، از امروز تصمیم گرفتیم طبق دوست عزیزمون بعنوان کارگردان برنامه‌ریز که ویدئوهای حداکثر 5 دقیقه‌ای تهیه کنیم و بدیم، چون دوستان وقت تماشا کردن ندارن و دوره سرعته و همه دوست دارن که کوتاه و گویاتر باشه. یکی از معضلاتی که الان در دنیا بحث هست و معضل هست برای دنیا و برای مردم و خیلی ها، بحث حجاب هست. حجاب رو هر کسی بنا به دید و چیز خودش نگاه، اما به حجاب رو میایم از دید پزشکی بهش نگاه میکنیم و از دیدیم که چه منافع و چه مضرات پزشکی واسه انسان داره. البته دلیل نیست که حرف من درست باشه، دلیل نیست که شما بپذیرید، دلیل نیست که حتما همینطوره، اما من وظیفه‌ام عرض کردنه و شما هم تحلیلش کنید، خودتون صاحب اختیار هستید. سال 2002 من آلمان بودم. خدمت شما رسانم که خدمتی از دوستان و سرورانم که دخترشون یک پزشکایی به نام آلمان هستن و تماسشون با پدرشون و پدرشون گفتن که فلانی اینجاست و ایشون گفتن بهشون 2-3 روز صبر کنن، من یک کنفرانس دارم در هلند، برگردم کار واجب دارم و بهشون گفتم خلاصه و زبانم کم و الی آخرشون اومدن، خلاص تشریف بردن با شوهرشون و از فرودگاه فرانکفورت که سوار شدن ماینز بریم، دخترشون گفتن که فلانی، گفتم بله، گفت یک معضلی هست در اروپا که کنفرانس ما هم گفتن و به اکثر پزشکان اعلام کردن، اونم این هست که اکثریت بچه‌ای که 8% بچه‌ای که در اروپا به دنیا میان اینا دو جنسی هستن. این گفتن تحقیق کنید و من بلافاصله گفتم که من اینو خوندم جایی که چرا بچه دو جنسی میشن و یکی از کتابای مذهبی بوده فکر کنم خوندم. ایشون من گفتم با کتاب مذهبی بریز دور، چیزی نو بگو، چیزی بگو که قانع کننده باشه. گفتم من دلایلم خدمتتون عرض میکنم، شما میتونید بررسی کنید، قابل قبولت بود مقاله میدی، نبودم که هیچ بحثی با هم نداریم، نه دعوایی داریم نه بحثی با هم نداریم. گفتم که من دوستی دارم به نام علی آقا در استان خراسان در شهر مشهد، ایشون استادیار دانشگاه هستن، خانمشون استاد دانشگاه هستن، جفتشون رشته فیزیک تدریس میکنن و عروسی دعوت کردم، متأسفانه وقت نکردم برم، نبودم. بعد از 1 ماه رفتم مشهد و اینها اومدن دنبال من و خانمشون معرفی کردن و خودشون هم که نشست تو ماشین و بعد برنامه چی گفتم میخوام برم خونه مادرم و یک کاری دارم، بعد میخوام برم مثلا فلان جا. بعد رسیدیم خونه مادرم، اینها گفت شما میرسونم، گفتم دست شما. بعد تو رسیدیم خونه مادرم، بعدش من گفتش که فلانی، گفتم چیه؟ گفتش که من خیلی از شما پیش خانمم تعریف کردم، میخوام یه چیزی نوعی بگید، چیز جدیدی بگید، یک حرفی بزنید. گفتم واسه من دشمن تراشی کردی، نه که واسه من. اگه از کسی در غیاب کسی تعریف کنی پیش کسی، اون شخص ناخواسته نسبت به اون آدم احساس خوشایندی نداره، احساس بدی داره. کاری کردی. گفت خلاص یه حرفی چیزی گفتم، والا یه چیزی بهت میگم شاید به بر بخوره. خانم بر بخوره. خانم کارمنده، خب من می‌دونم کار می‌کنه، صداش گفتم نذار کار کنه. خانمش هم خب اهل مشهد و نیش زبونشون در دنیا شهرت خاص عام هست و در حاضر جوابی که استاد هستن. بلافاصله اومد بیرون، علی آقا بیا بریم کوه شما موش زایید، نذار کار کنی، همه درس کنی، همه فلان کنی، بساط کن، قسط داشته باش، بدبختی داشته باش، نذار. و علی آقا رفتن و ما خودمون رفتیم به کارمون رسیدیم و الی آخر. 1-2 ماه بعد من بگم اساتیدم میرفتم مشهد، علی آقا استاد منو میشناخت. این دفعه به خاطر استادم اومد تشریف بردن فرودگاه و ما رو سوار کردن. خب به تبع خانمشون با ما قهر هستن و پشت ما کردن و عقب ماشین نشسته بودیم تا رسیدیم خونه مادرم. دوباره اونجا برداشتن باز دوباره همین حرفو تکرار کردن که استاد راهنمودی حرفی چیزی. ایشون گفتن که خانم کار میکنه، کارمند گفت نذار کار کنه. من جلو آشپزخونه خونه مادرم بودم، این خانم من استاد کرد تو. رفتم تو، گفت فلانی، گفتم بله. گفت من از اینجا تا در خونه خدا از تو آدم بدم متنفرم. اینقدر حرف تو خونه ما بوده. ولی شوهرم آدم بدبینی، آدم خیلی چیزیه، متعصبیه. چرا جفتی حرف زدن؟ فکر کنم چه خبر دیدم علی آقا اومد توی آشپزخونه شدید بدنش میلرزه، عصبانی، رنگ صورت چهره برگشته. گفتم از خانم من چی میدونی؟ گفتم چی نمیدونم. گفت ما حالا جفتی حرف زدیم. گفتم علی آقا سوال کردی جواب تو دادیم، حالا
تو نمیخواد تازه خانم نشت ما دو دفعه دوم دارم خالش رو میبینم. خلاص دیدم که خیلی به هم ریخته، این دختر بیت داره میلرزه. گفتم ببین علی آقا، زنها نه که در ایران، در تمام دنیا چند نوع هستن، داره زیبایی، اندام و گفتم وقتی خانم شما دیدم فوق العاده خانم زیبا، رعنا و تو دلبروی هستن. به این معنا که بعضی از خانم‌ها هستن که آدم میبینه خوشگلن، بعضی از خانم‌ها آدم میبینه که تو دلبرو هستن و بعضی از خانم‌ها انسان میبینه خوشش میاد. یعنی خیلی دوست داشت که زن اون بود، همسر اون بود، خیلی دوست داشت که با این دوست بود، چون یک جذابیت خاص دارن و اصطلاحاً تو دلبرو هستن. گفتم من خانم شو دیدم دفعه اول، خب این دیدم در وجود خانم هست و اگر به شما گفتم نظر کار کنه، این حرف من نیست، حرف بزرگانه که اگر شما زنی داشته باشید زیبا، رعنا یا مثلا تو دلبرو یا هر چی، که البته اینم بگم ها، هیچ زنی در دنیا نیست که تو دلبرو کسی نباشه، ولی درصدا متفاوتی که هست که 60-70% مردا جذبش میشن، یک 10% که مثلا خلاصه زنها هر کسی سلیقش متفاوته، حتی وضع متضاده. گفتم خب خودت میدونی من محیط دانشگاه بودم و محیطای زیادی بودم. وقتی خانم دیدم، چون سوال کردی از من وظیفه‌ام جواب دادن به شماست. و گفتم که خانمت نظر کار کنه، چون خانمت زیباست، خوش بروست و جوان مردمی نمیبینه و دلش میخواد. ضمنی که حواس از دست شاید پرس بشه، تو خیابونم راه بره ببیننش، اگر به نیت زن تو جوانی بره و خود ارضایی بکنه، در اصل مشکلش برای شماست. حالا تا اینجا جای کار داره، اما بزرگان میگن اگر مردی به نیت زن دیگری با زنش هم بستر بشه و نطفه منعقد بشه، او بچه دو جنسی میشه. گفتم که به این خاطر گفتیم بهت، حالا خود دانی. بعد اینا رفتن و به این خانم که خانم دکتر بود گفتم خانم دکتر، در اروپا ما میدونیم، شما میدونید، روزهای شبهای شنبه و یک شنبه تلویزیون‌های رسمی دولتی شما فیلم‌های نیمه سکسی میذاره، تعارف که نداریم که میذاره، چون محیط سرد، مردا کمتر تحریک میشن و بعد خلاصه مردا تحریک میشه با صحنه‌ها و میرن توی رخت خواب. خب قطعا نمیگم اکثرشون، همشون، ولی اکثرشون تعدادی با نیت و هنرپیشه زنی که تو فیلم دیدن شاید با همسرشون هم بستر بشن و اگر در همون شرایط هم نطفه منعقد شده بچه بخوام بسازن، این بچه دو جنسی میشه. که الان میدونیم در کشورهای مثل مالزی، تایلند، خدمت رسان میمونه، تایوان و حتی ژاپن اخیراً و اندونزی زیاد شدن اینا، چون اونا با فیلمای چیز میان این کارو انجام میدن. گفتم دلیلش حرف من درست باشه، حرف بزرگ گفته درست باشه، اما شما یه رد اینو بده و اینو ردش کن. من اینجا فشرده گفتم چون می‌خواستم 5 دقیقه متأسفانه خود بیشتر شد و خدمت شما عرض کنم که اگر میگن حجاب، اگر دینی میگه حجاب، برای خود شخص میگه، برای جامعه نیست. و ما میدونیم که الان در اکثر نقاط دنیا مشکل ریزش موی خانم ها هست. چرا؟ چون الان اخیراً میرن توالت میگن سرتون رو ببندید. چرا؟ چون اون کسی که پزشکی میدونن که وقتی ادرار میکنیم گازهای متساعد میشه، این گازها در ریشه مو اثر مستقیم داره و باعث ریزش مو میشه، حتی سراشون میبندن و میرن. حالا حساب کنید که ما میدونیم، همه میدونن که اولین نقطه‌ای که مرد بهش توجه میکنه در زن در مو هست. در اکثر این گروه‌های مذهبی که زنها به حساب دوره مذهبی میبینن، اونایی که مثلا حجاب ندارن سرای زناشون میتراشن، چون اگه مو در سر زن نباشه جذابیتش 70-80% میاد پایین‌تر و اون جذابیت خاصی نداره، مثلا موها رو بخوام بتراشن کمش کنه. خب پس ما میدونیم در جامعه هم نگاه‌های زیادی هست، چون ببینید هر جوانی چه مرد و چه زن در شرایط سنی متفاوت دیدگاه متفاوت از زن داره. یه جوان 17-18 ساله یه دیدگاه داره، 24 ساله یه دیدگاه داره، 30 ساله، اما بین 15-16 سالگی از سن بلوغ تا سن 30 سالگی مرز وارد شدن به پختگی هست، جوانی دیدگاه خاص خودش با تخیلات خودش که در دفعه بعد ان شاءالله راجع به خود ارضای صحبت خواهم کرد راجع مسئله. و اون نگاه که میاد روی موی زن که زنم خیلی حالیش هست روی این قصه، و اون نگاه‌های ناپاک، نگاه‌های بد، نگاه‌های خوب، اینا که میاد اینا اثرگذار است. یه توالت اثرگذاره، یه جامعه هم همینطوره. سوای مسائل خود
نگاه ها. مثلا من دوست دارم خود وسواس داره، بهش گفتم با کفش اینجا، گفتم ببین من قبول دارم ولی ببخشید توی همین خیابون ها سگ این کارو میکنه، گربه اون کارو میکنه، اون اتفاق میفته، تمام اینها پودر میشه میاد تو هوا، تو سر کله ما، تو ریه های ما. اینقدر حساس نباش، اینا هست، بخوایم نخوایم هست. پس ما نمیتونیم بیایم اینقدر وسواس به خرج بدیم. ولی رو سر بحث موی زن یکی از معضلات همین هست که الان اکثر جاهایی که اکثر کشورها، بیشتر کشورها وقتی میخوان توالت برن موی سرشون رو میبندن. خب تو جامعه هم اثر داره. حتی اگه زنی سنش بالا باشه اما پشت باشه به این طرف، از روی مو جوانهایی که سن سال بحرانی شهوانی رو دارن اینها تاثیر روشون میذاره. همین تاثیر اثر عکس داره و متقابل هست. خب زیاد حرف زدم، فشرده حرف زدم، میخوام بشنوید. خدمت شما عرض کنم که شنیده باشید اما در این نظرتون درست روش فکر کنید، تفکر کنید. دوست دارم نظرات شما رو بشنوم. تا برنامه بعدی، در پناه حق. موفق باشید.